درس ما شما در مورد تفسیر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله است. لا اله نیست، تمام مخلوق را از تمام صفات الله متعال و از تمام فعل و افعال الله متعال جل شأنه نفی میکنیم که یعنی اینا هیچ کدام شریک نیستن در ذات الله، در صفات الله، در قدرت الله، در عبادت الله، در اطاعت الله، در امر الله، در نهی الله، در خوف الله و در محبت الله و در تکبر الله جل شأنه. تمام مخلوق شریک نیستن. این میگه لا اله. حال اله تفسیرش چیست؟ که اله معبود بر حق است، تمام عبادت ها به ذات الله جل شأنه میشه، یعنی به ذات معبود میشه. و دوم در تمام عبادت ها با الله جل شأنه هیچ کس شریک نمی باشه. و سوم به غیر از معبود بر حق یعنی الله متعال هیچ کس مستحق هیچ نوع عبادتی نمی باشه. و چهارم هر کس را در عبادت ها با الله جل شأنه شریک بسازیم مشرک میشویم، یا غیر الله جل شأنه را عبادت کنیم مشرک میشویم. پنجم هر کس دعوای عبادت ها را برای خود نسبت کند که یعنی بیایید من را عبادت کنید، از من به غیر از شریعت به ضد شریعت اطاعت کنید، امر و نهی مرا به ضد شریعت قبول کنید، این انسان طاغوت می شود. طاغوت از کلمه طغیان گرفته شده به معنای سرکش بیجا به ضد الله، به ضد رسول صلی الله علیه وسلم، به ضد قرآن. و طاغوت در اصطلاح فارسی به معنای خبیث‌ترین و ملعون‌ترین و نجس‌ترین کافر و کفر بسیار متشدد و افراطی. دیگه هر کس دعوای عبادت ها رو برای خود بکنه. انال عبادت ها چیست؟ تمام عبادت ها شامل امر و نهی الله است. هر امر و نهی الله رو در جا و وقتش عملی کنیم، مطابق شریعت انجام بدیم، یعنی امر انجام بدیم، نهی ترک بکنیم، عبادت است و انسان مؤمن کامل میشه. اگر امر و نهی الله جل شأنه رو در جا و در وقت که تعلق داره او رو ترک بکنیم فاسق میشیم. اگر کسی در امر و نهی الله جل شأنه شریک بسازیم مشرک میشویم. و اگر کسی امر و نهی الله جل شأنه را تغییر و تبدیل کنه یا انکار کنه یا حکم او را تبدیل کنه، از پیش خود امر و نهی بسازه به ضد امر الله جل شأنه تغییر و تبدیل کنه در امر و نهی الله، او انسان طاغوت می شود. طاغوت باز پس به معنای خبیث‌ترین و ملعون‌ترین و نجس‌ترین کافر. باز اینجا حکم طاغوت چیست؟ و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. الله جل شأنه میفرماید کسی که کفر نکرد به طاغوت، منکر نشد از طاغوت، دشمنی نکرد به طاغوت، مبارزه نکرد در علیه طاغوت، ایمان به الله نداره. یعنی یک انسان وقتی میگه لا اله یعنی من دشمن طاغوت هستم، از طاغوت منکر هستم، به طاغوت در برابر طاغوت مبارزه میکنم و هیچ گپی طاغوت قبول نمیکنم. پس مسلمان باید که به طاغوت کافر بشه، یعنی منکر طاغوت بشه، باز ایمانش به الله جل شأنه قبول میشه. اگه یک انسان نماز میخونه، روزه میگیره، حج میکنه، زکات میده، جهاد میکنه، صدقه میده، اخلاق میکنه، هر عبادت انجام میده، اما از طاغوت بد نمیبره، دشمنی به طاغوت نداره، پس این انسان خودش در کفر داخل است و هیچ عبادتش پیش الله متعال جل شأنه قبول نمیشه. چرا؟ که الله متعال شرط الزامی گذاشته و این از جزء فرائض کلی عقیده اسلامی است که و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. کسی که منکر طاغوت نیست، کفر به طاغوت نمیکنه، انکار از طاغوت نمیکنه، دشمنی به طاغوت نمیکنه، او ایمان به الله نداره. پس حال مردم شما مقایسه کنین با کسی که الله جل شأنه میگه دشمنی کنین، یعنی کفار، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. با کفار کسی که الله میگه دشمنی کنین، یعنی این امر الله با کفار چیز که دشمنی کردن است. اگه شما میگین دوستی میکنیم طاغوت میشین با این. مثال امر الله جل شأنه است که با کفار حربی، یعنی کفاری که تبلیغات میکنه و مال مصرف میکنه و با اسلحه و سلاح ضد مسلمین میجنگه، اینا کفار حربی است، باید با اینا جهاد و قتال بکنیم. اگه کسی میگه که ما با اینا جهاد و قتال نمیکنیم، جان و مال اینا در امن و امان است و کسی دیگه هم در برابر از اینا مبارزه میکنه، او را ما اجازه نمیدیم، این خود از کافر بالله میشه و طاغوت میشه. چرا طاغوت میشه؟ به واسطه که این امر الله را از پیش خود نهی درست کرده و نهی الله را از پیش خود امر درست کرده، یعنی خود را در امر و نهی الله شریک کرده و امر و نهی الله متعال یعنی تغییر داده. پس کسایی که الله متعال میگه که اونا دوستان شما هستن، اگه ما اونا رو به دشمنی خود بگیریم، باز ما چی کردیم؟ ما در امر الله باز از پیش خود یک نهی درست کردیم. و در کسایی که الله نهی کرده دوستی رو با اونها، باید با اونا ما و شما دشمنی به اصطلاح با دوستان الله دوستی کنیم، با دشمنان الله دشمنی کنیم. اگر با دشمنان الله دوستی کردیم، با دوستان الله دشمنی کردیم، باز ما و شما طاغوت میشیم، یعنی از اسلام ایمان بیرون میشیم، ولو که عالم باشه یا عوام باشه یا سیاستمدار باشه یا کم باشه یا زیاد باشه، این مطرح نیست.
و باید مسلمان بفهمه که مسئله کفر به اکثریت اقلیت کار نداره که اکثر مردم همینطور میکنه. نه، اکثر مردم احتمال اشتباه داره، الله اشتباه نمیکنه، رسول الله اشتباه نمیکنه. بعد مسلمان اما حکم الله متعال بفهمه. و این تعریف اول تفسیر کلمه بود. تعریف دومش با درسای بعدی ان شاء الله خواهد شد.